من سامیار گیم هستم. خیلی خوش اومدین به این ویدیو خیلی خفن. دوستان قراره ماینکرافت سوروایول با هم دیگه شروع کنیم. خیلی کارا قراره تو این سوروایولمون بکنیم. قبل هر کاری حتما کانال ما رو دنبال کنید، لایک کنید، کامنت بذارید. ممنون میشم که این ویدیو رو تا آخر ببینید. یک کامنت انگلیسی هم بذارید. برو بریم سراغ ویدیو. Let's go. خب دوستان، ما یه جای اسپان شدیم توی بایوم اسپروز که من چوب درخت اسپروز رو خیلی دوست دارم. برای همین نهالش رو یه دونه برمیدارم که بتونم بزرگش کنم و از این 4 تا نهاله ها بتونم درست کنم. اگه حالا این نهالش رو به ما بده. نهال نداد نه، یه نهال بدی یا یه نهال، یه دونه نهال بده. من چوب تو رو خیلی دوست دارم. یه نهال یه دونه نهال، یه نهال نمید. آها 2 تا نهال گرفتن. چرا نمیبینم من؟ 2 تا نهال گرفتن نمیبینم. این از این. خب کرفتینگو بذار. برو پایین که ما سنگ میخوایم. سنگ بدی. سنگ میخوام. سنگ بده به من. سنگ بده به من که با سنگ خیلی کارا داریم. خیلی بیله خفن باید به سنگم بسازیم. من این سنگا رو بکنم. بدو یالا بدو. هی یالا بدو. من بکنم. 19 20 21 22 23. برو بریم. فعلا بس. یه دونه فرنیس من بسازم. اولی کولنگ. بس استیک، یه فرنیس، یه تبر، یه دونه شمشیر. فعلا همه چی درسته. یکم چوبم بکنم. حالا برو بریم ویلیج. یالا ویلیج. اول واسه گوسفند میدونم. گوسفند کجایی؟ میخوام بزنم هم گوشت به دست بیارم هم تخت. کجایی؟ ای گوسفند زیبا. اینجا هیچ گوسفندی نیست. فقط یک گاو من تا حالا پیدا کردم، ولی هیچ گوسفندی اینجا نیست. گوسفند، مرغ. به مرغا رو من بزنم. گوشتشو خیلی به دردم میخوره. فکر کنم یه گوسفندی این دوره برا هست. بله 2 تا هم هست. من گوسفندا رو بزنم شوتلت بشن. بزن زدم گوسفندا رو. واستا از این میگم پشم صورتی اصلا کمیابه. و 3 تا گوسفند صورتی پیدا کنی که اون خودش کمیابه. گوسفند صورتی. من باید گوله رو بکنم.
تختمو صورتی کنم. الان فقط یه گوسفند پیدا کنم میتونم تختمو جور کنم، بعد دوباره برم دنبال ویلیج. تموم شد. اینم بزنم ایزی. حالا ویلیج کجای؟ ویلیج من کجای؟ لاواپوله. او لاواپول. به به. بس این زغالا رو بکنم. زغال. این زغالا رو بکنم که باش میتونیم ترس درست کنیم. بله. فکر کنم اگه بخوایم بدون اینکه 3 تا از این پشم صورتی رو داشته باشیم باید رنگ صورتی بسازیم. رنگ صورتی از گل صورتی به دست میاد. گل صورتی از زمین به دست میاد. چه زنجیره جالبی. چقدر اینجا شورکینه. اصلا من شورکینه رو بکنم که برای این چند زدن عالیه. بعد بکارمشون بیشتر بشن. دیگه هم داره ادامه بدیم تا وقتی دایموند و ابسیدیم پیدا کنیم. خب واسه من تختم صورتی کنم. حالا چه گیری دادم به صورتی. نه خدا چه گیری دادم به صورتی. خیلی رنگی کنم. نه حالا ولش کنم صورتی میشنم. کجایی گل من؟ بیانجا. این از این تختی بنفشه جان. بنفشه رنگی که بهش دادم صورتی بود که حالا اشکال نداره. حالا من گیر داده بودم به صورتی. حالا گیر داده بودم حتما من تخت صورتی میخوام. اشکالی نداره. تخت ویلیج جونم یعنی ویلیج یعنی ویلیج به به. ویلیج پیدا کردم. خب به سلام بر ویلیجرهای عزیز. سلام بر گالم آهنی. همه چیمون تکمیله. ای بابا از هم ویلیج پیدا کردیم نصف کارمون افتاد جلو. میتونیم این چنده خیلی خفن بندازیم. داشت من اینا رو با اجازه میکنم که بعدا برای بلازر بیوردرم میخوام. به اینجا من ویلیج پیدا میکنم فقط دنبال چستاشم. درا رو من نبند. در رو من چرا در رو من میبندی؟ چرا در رو من بستی؟ یعنی منی که توی دنیا معروفم سامیار گیم تو در رو بروش میبندی؟ سامیار گیمی که بچه ها ایشالله کانالش رو دنبال کنن تو واقعا در رو بروش میبندی؟ اینجا سن هیچ چستی نیست که. چه ویلیجه؟ ویلیج میخواستیم بری چستاش.
خدای چه ویلیجه؟ چست نداره؟ واستا ببینم اینجا چست هست. چست اینجا چسته؟ نه کاش هیچ چستی نیست اینجا. من ویلیج پیدا کردم فقط به خاطر چستش رو لوت کنم. آها تو این خونه ها چسته. بابا میتونم بخوابم؟ نه برم این تی 1 2 3 تو چه؟ سیب نون دیب دمینی گله. بخوابم. خوابیش بیدار شدیم. بابا خواب بیدار شدیم. الان اونجا رو چقدر گندم داره. واسه من اول این گالمه رو بزنم. گالم خوبی؟ گالم من قلال کتت چی؟ یه لحظه گالم این بالا بیا. آفرین 1 2 3 4 بیشین. گالمو بزنه. گالم. اینم از گالم. این از گالم. چند آیرون دادی؟ 3 تا. ولی پیککس میشه باید ساخت. تو این خونه ها فکر کنم چست بود. اون جایی که من سابقه دارم تو این خونه ها چست هست. ولی 3 2 1 15 هیچ نداری که. فقط یه سیب و یکم گل و یکم دیب دمینی و اینا داره. ولی این ویلیج خیلی کارمون رو را میندازه. ویلیج خیلی خوبیه. اونجا تو رو قرآن صدل باش. یعنی صدل باش. اینجا صدل بود اگه اشتباه نکنم. اینجاست. نه اینجاست. ببخشید یه لحظه صدامون قطع شد. اینجا صدل نیست. اسم تیم تیبلم بکنم. بله این ویلیج هم که پیدا کردیم. خب دیگه برای این پارت هم دیگه بسته. یه ویلیج بسیار گوگل پیدا کردیم و تونستیم خیلی از کارا رو پیش ببریم. ممنون که این ویدیو رو نگاه کردین. حتما این ویدیو رو لایک کنید. کانال ما رو دنبال کنید تا ویدیو بعدی. فعلا بای بای.